پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. در هفته گذشته بود که اجلاس جوانان بیداری اسلامی با حضور 1200 اندیشمند از کشورهای مختلف برگزار شد. اما در حاشیه این اجلاس میتوان به یک اتفاق جالب اشاره کرد. یکی از فعالان جنبش وال استریت که در این اجلاس حضور داشت با شرکت در برنامه زنده‌ای در شبکه الکوثر برای اولین بار در آنجا تشرف خود را به دین مبین اسلام اعلام می‌کند. من بعد از اینکه واقعیت روشن ایران و اسلام را با چشمان خودم دیدم، فهمیدم که چطور رسانه‌های غربی چهره غیر حقیقی از اسلام و ایران نشان می‌دهند و تصمیم گرفتم در برابر این توطئه ایستادگی کنم و از اینجا تشرف خودم را به دین مبین اسلام اعلام می‌کنم. این معترض به نظام سرمایه‌داری در ادامه درباره آینده جنبش اعتراضی وال استریت اینطور میگوید: آنچه که امروز در آمریکا رخ می‌دهد قطره‌ای از دریاست و در آینده شاهد اتفاقات بسیار مهمتر خواهیم بود. مردم آمریکا از سیاست‌های کشورشان و حفظ منافع 1% از سرمایه‌داران توسط دولت آمریکا خسته شده‌اند و سعی می‌کنند اعتراض خود را به هر شیوه‌ای اعلام کنند. اما در این بین با اوجگیری تظاهرات ضد سرمایه‌داری در شهرهای مختلف امریکا، مسلمانان این کشور جزء اولین گروه‌هایی بودند که به این جنبش پیوستند. ما از جنبش بیداری خاورمیانه الهام گرفتیم. آمریکایی‌ها قانوناً از حقوقی برخوردارند، اما متاسفانه این حقوق و عدالت فقط بر روی کاغذ وجود داره و در سطح جامعه به هیچ وجه دیده نمیشه. از مهمترین شعارهای انقلابیون در کشورهای عربی میتوان به مردمی بودن و ضدیت داشتن این شعارها اشاره کرد. اما مشابه این شعارها این بار تندتر از همیشه از درون نظام سرمایه‌داری شنیده می شود. مبارزات ما تا سرنگونی نظام سرمایه‌داری در امریکا ادامه پیدا خواهد کرد و ما برای جلوگیری از گسترش فقر و بی‌عدالتی در امریکا به تظاهرات مردمی خودمون تا پیروزی ادامه خواهیم داد.